سوال دیگر، بابا جان نبی چی معنا دارد و رسول چی معنا دارد؟ یعنی نبی و رسول آیا اینها چی معنا دارد؟ تعریف نبی یعنی معنای نام نبی یا معنای اصلا همین نبی چی معنا دارد؟ در زبان عربی نبی از نبع خب گرفته شده به معنای خبر است. یعنی مانند فرموده ای خب الله مهربان که در سوره نبع داریم عما یتساءلون عن النبأ العظیم. ولی ببین از چی چیز سوال میکنن؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم. همینجا نبع آمدگی است از خبر بزرگ. یعنی نبی برادرای عزیز به معنای خبر است. خبر میایم باز برای فهمیدنتون. واژه رسول چی؟ به معنای فرستاده. رسول یک نفری را یک جا روان میکنی همون را رسول میگن. پس وقتی که شخصی را به منظور انجام کار به جای مأمور میکنی در واقع او رسول و فرستاده توست. یعنی یک نفری را که ما یک ایا منطقه به منطقه دیگر روان میکنیم بر یک کار همون رسول ما هست. یعنی همون فرستاده من است. دیده که از اونجا زنگ میزنن میپرسن مثلا بابای حاجی یک آدم آمده است پیش ما از نام شما گپ میزند آیا همین را شما روان کردین؟ من میگم بله من روان کردم. انمون روان کرده ای مرا رسول میگن. یک نفری را که بهر کار روان میکنی او را میگن رسول. انا که در اینجا کسی میگد که مثال بنابراین اینجا آمده است علت نامگذاری پیامبران با رسول این است که آنها فرستاده شده از جانب الله می باشد. یعنی برای چی پیامبران را ما میگیم محمد رسول الله؟ یعنی محمد رسول خداست. به معنای محمد فرستاده خداست. رسول به همین معناه. انا اینجا این معنا گرفت. خب دیگر معنا همچنین الله برخی از پیغمبران را هم به نبوت و هم به رسالت توصیف فرمود. از این دلیل بر اینکه رسالت چیز پیش از نبوت است. همان گونه‌ای که در مورد موسی الله مهربان گفتند که واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. ببین خدای مهربان در سوره مریم آیت 15 حضرت موسی را هم رسول گفت و هم نبی گفت. اما در نزد علما مشهور است که رسول از نبی فرق در آن دارد که رسول کسی است که شریعت به او وحی شده و مأمور تبلیغ آن است. هر رسول نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. یعنی رسول از نبی میگه فرق در همینه که رسول با خود کتاب دارد شریعت دارد. یعنی خداوند با او کتاب داده است و شریعت داده است. ولی نبی کسی هست که از پیغمبری ما قبلش یعنی وی کتاب ندارد ولی وی همون دین پیشتر کتاب پیشتر با دیگرها تبلیغ میکند. میگه فرقش همینه. اما تعریف مورد قبول این است که رسول کسی است که شریعت جدید با او وحی شده ولی نبی برای تایید و تقویت شریعت قبل از خود مبعوث شد. از سخنی را که من گفتم
یعنی برادرای عزیز و گرامی، رسول با خودش یعنی شریعت جدید دارد، شریعت نو دارد، کتاب دارد، با او وحی شده است. خیلی که پیامبر خودمان هم نبی هست هم رسول است، یعنی هم خبر الله را نبی کشید، خبر الله را بر ما میرساند. و رسول این فرستاده، معناشون فرستاده. نبی از معنای نبع، یعنی ریشه کلمه نبع به معنای خبر. فرق بین نبی و بین رسول چی بوده است؟ رسول شریعت جدید داره، کتاب داره، ولی نبی نداره. و نبی از همون پیغمبرهای ما قبل کتاب اونها را مقصد چیکار میکند؟ با نفرهای آینده ای که هستند با اونها میرساند. اینجا چند نام پیغمبرها را مقصد در همین کتابم گرفتن که از زمره مقصد همون نبی ها بودن. من در نگاه کردم مثل حضرت داوود میگه، حضرت سلیمان، زکریا، یحیی، اینا همه میگن نبی بودن. یعنی اینها کتاب نداشتن، بلکه کتابهایی که پیشتر از اینها، پیغمبرایی که پیش از اینها آمده بودن، کتاب اونها را باز چیکار کردن؟ به مردم آینده می آمدگی هم رسانیده و تا به او اونها پیرو شوند و اونها هم اطاعت و عبادت کنند.